این ویدیو برای نفرانی که تنها دختر دارند، یعنی پسر ندارند. در اویله‌های مشاهده می شود که برای تولد کردن دختر زنها زیر شکنجه، زیر لط و کوب قرار می گیرند. همیشه طعنه می شنوند که تو تنها دختر تولد میکنی، تو پسر تولد کردن نمی توانی. حتی حالت‌هایی شده است که زنها رو برآورده پیش کردند و دختر تولد کردن سبب جدایی اویله و ویران شدن اویله ها گردیده است. یک ویدیو تماشا کردم. مرد با دو پسرش دست خود رو می‌دارد، پنجه خود رو می‌دارد و پسری کلانی با مشتانش به دست پدر بوکس میکند، یعنی به دستش میزند و پسری دومی نیز به دست پدر با مشتانش سخت میزند و وقتی همین پنجه های خویش رو به دخترش میگرداند، دخترش همون دو کف دست پدر رو میبوسد. یعنی معنی رو دارد که همیشه دختر مهربان هست، در تمام حالت دختر مهربان هست. برای همین دختر یا پسر این فرزند ماست، این خون ماست. از این رو زنهای خویش رو اذیت ندهید، دختران خویش رو دوست دارید و روزی میرسد که همین دختر شما دستگیری شما خواهد بود، همین دختر شما پرستار شما خواهد بود.